لیلة القدر خیر من الف شهر. این شب است که میگه بهتر است از 1000 ماه. از اما عابد شمول 1000 ماه جنگ کردگیش یک شب برای خدا زنده داشتگی این بهتره. یکم نمیداری، نمیخوای که از جاگه گرمی زن جدا شوی، لیکن برای مخلوق جدا میشوی. اگر جورت توی کند 1 سوت که 2 ساعت خواه نرفته مرده و کسک میشیدی. مخلوق خفه نشافته، لیکن خالق چی؟ شما برای خالق یک شب زنده داری نمیکنی؟ پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم دهه آخری اتقم من النار بالکل زنده می داشت، بالکل خواب نمی رفت 10 روز. حتی میگه عایشه مادرمو جاگه خوابش هم میگه من میکرد رسول الله، همون 10 روز اعلان میکرد یگان زن نزدیکی نمیکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقط تا روز چی میکرد؟